الرخص فی الصیام شهر رمضان. رخصت ها یعنی آسانگیری ها در ماه شهر، در ماه رمضان. پس ای برادر گرامی و ای خواهر گرامی قدر، الله سبحانه و تعالی می فرماید و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. هر کسی از شما بیمار باشد یا در سفر باشد، پس بعداً از روزهای دیگر روزه بدارد. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. به درستی که الله برای شما آسانی میخواهد و برای شما سختی ها نمیخواهد. در سوره بقره آیه 185. پس بینگر ای برادر مسلمان، به این رحمت الله سبحانه و تعالی بینگر و به این کرامت پروردگارمان که ماه رمضان را ماه رحمت و مهربانی، ماه موسمی نیک و نرمی و ماه لطف قرار داده است و از نشانه های رحمت او سبحانه و تعالی بر بندگانش و آسانگیری او در این ماه مبارک، در بیان مسئله رخصت بر بندگانش، آسانگیری بر آنها، رخصت دادن او سبحانه و تعالی به افطار در روزهای این ماه برای آن کسانی که عهده‌داری این ماه را ندارند، تکلیف روزه برای آنها با عذرهای شرعی را دارند یا سببهای سلامتی را از دست دادند، الله آنها را گفت روزه اتان را بخورید، برای شما اجازه است افطار نمایید. مثل بیماری های سخت، مثل در سفر بودن، مثل پیرانسال کلانسال بودن، این قانون رخصت را الله سبحانه و تعالی بر این گونه صنف‌ها قرار داد تا برای آنها آسانی بیاید. و سپس الله فرمود که و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، و بر کسانی که با مشقت آن را توانایند، فدیه است طعام دادن یک مسکین. و از قول ابن عباس رضی الله عنهما که فرمودند که به پیرمرد کلانسال اجازه داده شده است، در پیرمرد کلانسال اجازه داده شده است که هر یک روز را بخورد که توانی آن را ندارد، نه که در عوض آن مسکین را طعام بدهد و برای او قضایی نیست. روایت دارقطنی و حاکم این حدیث را صحیح دانستند و ذهبی موافقت نمودند. اما درباره زن حامله، زن شیرده و زنی که در حالت نفاس قرار دارد، برای آنها نیز رخصت داده شده است، اما با علاوه قضا بعد رمضان روزه داشتن. این یک آسانی است، این یک سبوکی است از جانب الله متعال بر این بندگانش و الله از حال بندگانش داناتر است نسبت بر بندگانش. الله از حال بندگانش داناتر است نسبت بر مادر بر فرزندش. پس برادر و خواهران گرامی، این یک درس تربیوی رمضانی است که با لطف و بزرگ الله سبحانه و تعالی و کرم او دلالت میکند. و الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. پس ای بندگان، نفسهای خود را به قتل نرسانید، خود را نکشید، به درستی بدون شک و تردید که الله نسبت بر شما مهربان است. الله بر شما مهربان است. پس ما باید بر این آسانگیری کریمانه الله سبحانه و تعالی و این هدایت مبارک در این ماه مبارک و ارزش های والای اسلامی را قدر نماییم و باید از نمونه های اخلاقی بلند را که در این ماه مبارک قرار میگیریم داشته باشیم. بیان بزرگی اسلام، بیان انسانگرایی و بیان معاملات نسبت بر خانواده و فرزندان در همه گونه شرایط حالتها شریعت همه اینا رو برقرار کرده است. پس ما باید درک نماییم، باید به هوش بیاییم که کسی از این رخصت ها، آسانگیری ها استفاده نمی کند، نباید از این رخصت ها استفاده برد و همچنین شاید بر خود هم سختگیری هم نکند تا از راه درست دور شود. و سپس بدونیم که صاحبان این عذرها برای آنها رخصت روشن است، افطار کردن، اما توان آن را دارن از افطار اگر خودداری نمایند برایش چی نیکو است، اما برایشان نباید مشقت ها را بر خود بیارن. از الله سبحانه و تعالی میخواهیم که ما رو و شما رو با شنوایی و بینایی و نیروی خود بهره مند کند. شنوایی ما و بینایی ما رو نیکو بگرداند و هیچ بیماری را نگذارد مگر بر او شفا بدهد و هیچ مصیبت زده ای را نگذارد مگر بر او عافیت ببخشد و هیچ قرضداری را نگذارد مگر قرضش را ادا نماید و هیچ غمگینی را مگر اینکه غمش را دور بسازد و هیچ احتیاجمند باقی نماند مگر اینکه حاجت او برآورده شود. و حمد و ثنا مخصوصی پروردگار جهانیان است. این از نقطه‌ای که امروز خواستم در این مورد با همراهی شما صحبت نمایم.